با سلام، خوش اومدید به این بخش از آموزش. در این آموزش قصد دارم نحوه بایپس کردن ویندوز 8 رو به شما آموزش بدم. خب ویندوز 8 ما هستش، یه پسوردی به صورت دیفالت گذاشتیم برای یوزر. خب همونطور که میبینید پسورد واقعی رو وارد نکنیم وارد سیستم نمیشه. خب اگر تو همچین مواقعی گیر کردیم چجوری میتونیم پسوردتون رو ریست کنیم یا اینکه چجوری بایپسش کنیم؟ خب من یه راه حلی بهتون آموزش میدم که از این طریق میتونید این کار رو انجام بدید. توسط بکترکینگ ها رو کار کرد. خب من CD بکترک رو وارد CD رام میکنم و سیستم رو ریبوت میکنم. ریستارت. بکترک در حال لود شدن هست. خب برای این کار یه نگاهی به پارچه ها میندازیم. کل پارچه ها F دیسک dev SDA2 پارچن ویندوز ما هستش، مانتش میکنیم. تو در پوشه MNT وارد پوشه MNT میشیم. همونطور که میبینید پرایوسی ما هستش توی ویندوز 8. وارد شاخه ویندوز سیستم 32 میشیم. خب پیدا میکنیم فایل cmd.exe رو. خب میبینیم که هست. پیدا میکنیم فایل oski.exe. خب میبینیم که هست. این دوتا فایل رو با هم ادغام میکنیم از دستور sp cmd.exe و oski.exe. خب این دو فایل ادغام شد، اما چه کاری پیش میاد میریم که با هم ببینیم. ریبوت میکنیم سیستم رو. برای احتیاط شما میتونید از فایل oski.exe بکاپ بگیرید که احیانا مشکلی پیش اومد بتونید فایل بکاپتون دوباره اندازی کنید و دوباره کارتون انجام بدید. ما این کار رو نکردیم. خب ویندوز 8 ما ورود همونطور که میبینید بازم نمیذاره ما وارد بشیم. خب اما ما چه کاری انجام دادیم؟ خب وارد Make این your قسمت computer میشیم. easier to use. آن اسکرین کیبورد. خب همونطور که میبینید ما cmd رو ادغام کردیم به فایل oski.exe. خب در اینجا cmd برای ما باز میشه کامند پرامپت. خب ما میبینیم چه یوزرهایی داریم. net user. خب یوزر purplesecret.ir. خب net user purplesecret.ir password test. The command complete successfully. خب exit تایپ میکنیم پسورد تست و پسورد چنج شد و ما میتونیم وارد بشیم. این از بایپس کردن ویندوز 8. امیدوارم که با میلتون بوده باشه و از نظرات خودتون بی بهره نذارید. موفق و مؤید باشید.